یکی رو دوست داشتن و او رو کنار دیگری دیدن. سخت است با یکی تمامی هستی خود را بخشیدن، اما نتیجه بی نتیجه دیدن. سخت است پشیمانی از گذشته‌ای که برنگشته نیست. خیلی سخت است. ترانه بخشیده می شود از نام مرجانه به دوست پسرش شیرعلی. یک روز مرجانه از سوز و درد بی صدای 5 ساله دل خود با گریه برایم قصه کرد. 13 نوامبر سال 2016 یک جوان در مسنجر وایبر برام پیام کرد و با همین ما آهسته با او شناسایی پیدا کردیم. میگوید مرجانه یکدیگر رو تنها طریق عکس دیده بودیم و خلاص. هر وقتی که با دیدارم بیا میگفت دست و پایم میلرزید. جرأتی رفتن نمیکردم. هرچند که خیلی با او عادت کرده بودم و دوستش میداشتم، اما بهانه جویی کرده نزدش به واخوری نمیرفتم. او اولین نفری بود که شناس شدم و حرف زدم و دوست داشتم. از نگاهم بهترین انسانی بود که در طول زندگیم شناخته بودمش. بعضن میگویم شاید خطایم در آن بود که به نزدش نمیرفتم و شایدم نوباور شده بود، اما هر روز با او عکس‌های خود را میفرستادم. آخر نمیدانم کدام کارم خطا بود و کدامش خوب. نمیدانم برای چی من او را از نزدیک نادیده اینقدر دوست داشتم و عادت کردم. هنوزم نمیدانم. با همین مطول 4 سال حرف زدیم، فقط طریق تلفنی. در این مدت همه روز رو دیدیم، هم غمگینی هم شادی، گاهی جنجال و گاهی خوشبخت بودیم. بعداً ختم مکتب کرده به دانشگاه داخل شدم. او برام گفت اگر به دیدارم نایی ما جدا میشویم. ترسیدم که با همین او را از دست ندهم گفته. سنه 9 دکبر سال 2019 برای اولین بار بعد 4 سال صحبت او را از نزدیک دیدم. باور کن روزی اولی دیدار دست و پای و وجودم میلرزید. احساسی بود نگفتنی. هم شادی داشت هم ترس. وقتی که او را از نزدیک دیدم محبتم نسبتش بیشتر شد. از نگاهم بهت پسر خوب بود. معامله‌اش، رفتارش، هر سخنش به من پسند آمد. خیلی شاد بودم از آنی که خداوند مرا با چنین انسان آشنا کرد و محبتش را در قلبم جای داد. خلاص وقتی که به خانه آمدم دیگر زنگم نزد. دلم قرار نگرفت و خودم زنگش زدم، اما با دلی نخواهم جوابم داد که من خودم بهتر زنگ میزنم گفته. با همین گوشی را ماند و تماما دیگر سراغم را نگرفت. در سرم صدها فکر می اومد. شاید پسندش ناآمده باشم گفته من هم زنگش نزدم، اگرچه مشکل بود تحملش. از بین 1 ماه گذشت. باز پیدا شد. خلاص از سبب کرانتین چند مدت آنجا ماند و بعد چند ماهی دوباره برگشت. ای کاش نمی آمد. بعدی آمدن با هم وا خوردیم. با امیدم کرد که 1 سال دیگر دانشگاه را خوند، بعداً اویله دار می شویم. خیلی شاد شدم. کنار او صدها آرزو را در خودم پروریدم و حتی از این حرفش حیران هم شدم. بعد این وعده های سر تا پا خالی خود یک روز از صحیفه دوستانش فهمیدم که همون روز توی دامادی دارد. دست و پایم شکست و خود را گم کردم. تا روزی تویش با من حرف زد، وعده هایم داد، اما باری نگفت که دیگر کس را میگیرد. بعضن به خودم فکر میکنم و میگویم اما خدا او را از من گرفت. شاید لایقم نبود. این حرف است که هر روز خود را تسلی میدهم.
дар тӯли 5 сол боре ба ӯ хиёнат накардам, аммо ҳар бор хиёнату рафторҳояшро донистаму бахшидаму сабр кардам ба умеди рӯзе ки якҷо шавем. вале афсӯс, сабр карданам мушкил буд ва натиҷааш ҳам мушкилтар. ای کاش میدونستم و از اول رهایش میکردم. دلم از تمام مردهای دنیا ماند، اگرچه همش یک خیل نیستند. سر تا پا امیدم داد و دروغم گفت. با عشق و دل و احساسم بازی کرد. فراموش نکن.